سلام، امیدوارم که حالتون مثل همیشه عالی باشه. به یک دیگه از ولاگای من کلیبر خیلی خیلی خوش اومدین. امروز 2 روزه که با بچه ها اینجا هستیم، جای همگی خالی، هوا خیلی خوبه، واقعا آدم از طبیعت لذت میبره. بعد امروزم میخوام با بچه ها از این باغ براتون ولاگ بگیرم. امیدوارم که خوشتون بیاد. من و بهرام زودتر اومدیم، بعد الهام با احسان و مامان میخوام بیان. تا اونا برسن من برم یه کمی گل هست گلا رو بچینم، بعد یه چایی بذارم تا بچه ها بیان. گیلاسا Anlarım geçişti. مامان میگه همه اینا رو خودم کاشتم، دستم خوبه. همشون زود در اومده. خیار کاشته، لوبیا. انشالله فصل برداشتش میام از اینجا هم فیلم میگیرم İnşallah. انشالله. Allah'ın ağrımaz. Allah'ın elin olmasın. kızıl. Tadak peşen. Geri kadar yolun bir انشالله. هنوز اینا نرسیدن. بله بله. عاشق درخت توته، یعنی مامان هر میوه‌ای باشه توت نباشه. اینو مامان خودش کاشته، امسال هم بار داده توت. کو مامان؟ به 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 توته، به به، خیلی عالی. دیگه نگو من درخت توت ندارم. اینا ایشالله ایشالله میگه شیره توت درست میکنیم. اینا هم گردوها هستن. صدای رودخونه یعنی چجوری بگم، صدای آب، صدایی که به روح روان آدم آرامش میده. مامان میگه وقتی عصرها کمی خسته میشم میام اینجا یه حصیر باز میکنم، فقط صدای آب رو گوش میدم. خب بریم یه کمی هم آلوچه بچینیم. اینم از آلوچه های خوشمزه، دلتون نخواد. خب یه کمی از این طبیعت زیبا براتون فیلم بگیرم. اینجا یعنی بهشت، بهشت وسط جنگل، کوه. واقعا زیباست. Allah'ın olmasın bak. Lan hamdolsun zahmeti sendende. İnşallah ki همیشه سایت بالا سرمون باشه. سلامت باشی. جیبت همیشه پر پول باشه. پولو میخوام چیکار؟ پولو اینجا رو آباد کنیم و بیاریم که بشه ببریم که خدا رو شکر آباد کردی. انشالله که همیشه سلامت باشی. نوه ها نتیجه ها بیان اینجا کنار شما، با شما عشق کنن تو این باغ. خب حالا بریم این یکی. آره آقا. و عمو هم اومد. اینجا یه عمو دارم که کپ آقا جونه، خیلی هم دوستش داریم هممون، چون از زمان جنگ و بمباران باش خیلی خاطره های خوبی داریم. واقعا چجوری بگم، عموی به تمام اعیار. سلام سلام. سلام علیکم. چطور همه؟
Allah. Tamam. Kabul eder. Hoş geldin. Safa geldin. Köküne ahmadım. Yallah ya. عمو هم اومده کمک آقا جون داره علف‌های خشکو که آقا جون چیده خشک شده جمع کنه ببره واسه گاواش. آقا جون چطوری؟ مرسی. خوبی؟ سلامت باشی فدات انشالله. بشم من. باش. بالای درخت با فاطمه حرف میزنه. الهه خانم Elə bir olmasın. Yox, elə ayrısı çıxıb da. احسان چطوری؟ عالی شما خوبی؟ مرسی. هوا داره خنک میشه آره. Hani laha budur. یه دونه اون بره Bilmem. نکنه چیدنش با بزرگ بردنش با الهه یا خوردنش هر دوتاش. برم شاید تو راه همه رو خوردم بالاخره نرسید بهتون حلال کنید. مامانم دستش در نکنه چای دم کرده بریم زیر درخت گردو چای بخوری. Allah'ın ağrına. مرسی چه دخچیده چانو را ماما دستت در نکنه. مرسی فدات بشم من. خب بریم اونجا. آره ماما بریم اونجا. کجا رفتم؟ اینا رو تقریبا 5 روز پیش اینا رو کاشتیم این لوبیا رو. به به الان سر از خاک بیرون میاد. زده. درخت‌ها رو سمپاشی میکنی آره آقا جون؟ آره بعد دادم. یه سال دیگه. لاسی بزنم. رفته بودم وسط راه بودم. چطوری؟ جای همگی خالی. بریم یه چای بخوریم. بعد آقا جون میخواد درخت‌ها رو سمپاشی کنه. خسته نباشین. هر از سنو نمیخوام زیاد صحبت کنم فقط میخوام صدای طبیعت بیفته تو این فیلم. آره ماسک تو بزن. سمپاشی واقعا خطرناکه. ay yaşım. Öyle. Az çox keçir eləyirsən axı bunu zaten.
Kucağı şu laf aşağıya. Ağa çürler eliysen. Da çürler dermek olmaz. Baba derler. Aha. Güllere bu yaştır. Ben kiloslara olur. Handa çilası orada alacaksın. Ne kulağı bundan vuracağız. Su var burada. Hayır. Bəli. چطوری؟ خوبی؟ مرسی مرسی. خب آقا جون داره سمپاشی میکنه. ما هم بریم نهارمون رو بذاریم بعد نهار بخوریم. دی اله خانم خوش میگذره. مامان چی کار میکنه؟ من همونا رو تو نمیسی بکنم. بذار یه کمی باید دوبار نفت بریزی روش. نفت هست؟ آره هست بیاره. مامان و بهرام دارن گلا رو تمیز میکنن. اینورم آقا احسان و الهه تقسیم کار کردیم. بساط نهار. اونایی که شکمو هستن سر سفره سوزه هستن. شکمون و گرش کم ناییم باشه. رفتم باشه. حالا دیگه یه altıda dersen Feridan. سوپ altıda. Sübü hamilenci farkıyla miyse. مامان میگه که اینو باید صبح ساعت 6 بچینی که هم رنگش تغییر میکنه هم بوش Gün düşmüyor. آفتاب نخوره بهش. ولی اینکه واقعا بوش محشره. شاید مامان چیدنش سخت بوده گردیم این حرف رو زدن Yok که öyle. آفتاب وضعیتشون نکنه. Yok yok. Üçünü. خسته بودن گفتم زشته راست بگی. میگه. آفتاب نخوره مثلا بوش زیاد میمونه. مثلا آفتاب پوشو مثلا Paraydı ha. آره. Ben dermişim de 16'da dermişim. Ben üstüne sermişim. Renci çözüne geçecekti. شکلش ساده شکلش چی؟ سوپر Duruyor mu orada dermişim. Ama onun için gözüm Sağ ol. tutsa. دستت در نکنه. سلطان جوجه کباب آقا احسان. سلطان کباب احسان کی؟ سلطان کباب. محمد. جایشون آره خالیه. جاشون واقعا خالی. خیلی گرمه ولی هوا پای منقل. هوا خوبه چون پای منگل هستی. آره اون پای منقل گرم. آقا بهرام شما هم سلطان خوردن. نوش جونت. کم میخوره بابا. Kucağı bir şey dolduracak. بریم سفره رو باز کنیم. ماما سفره رو بده دست جمع کنم. روغن بیار. روغن
الله. یا الله. یورومی عزیز خسته نباشی. برو پیش مامان، برو پیش مامان. بریم مادام میسیو بشینین. امروز آقا خسته شد. از ساعت 5 اینجاست. آره آقا یا 6 اومدی؟ آره 5. خسته نباشی. درد نکنه. خونه شما هم آباد باشه، باغتون آباد باشه، تنتون سالم، خونتون آباد. برای منم بریز. روز با صاحب بدن زیست. همشه سلامتون جلب شید از ایشالله ایشالله. مرسی که تا آخر این ویدیو هم با ما بودی. شما رو به خدا میسپارم. ممنونم از لطف شما. خدا حافظ. برای همه شما عزیزان اسفند دود کنم. ایشالله که بعد خودتون و بچه هاتون به دور باشه. این اسفند رو به نیت همه شما عزیزان میخوام دود کنم. درد و بلا از جونتون دور باشه ایشالله. بهرام بیا نزدیک. الان کاملا احساس میکنم که همتون بوش رو احساس کردی. مرسی برای همه بچه ها، برای آقا بهرام، مامان، آقا، همه. اینم برای خودم، برای دخترها، بچه ها. مرسی. مرسی.